بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این پیام ما را، درس ما را به دیگران رسانید تا دیگران بهره برند و علم گیرند و شما از پاداش نیک محروم نشوید. باز امروز درس سوم یا که چهارم از علامت‌های خرد روز قیامت. اون علامت‌هایی که حالا رخ دادگی نیستند و در آینده رخ می‌دهند. یکی از همان علامت‌ها که حالا رخ دادگی نیستند یا که روی دادگی نیستند، جزیره عرب باز از سرینو سبز می شود، دریاها در اون منتشر می شوند، دریاها باز بر می گردند. خیلی که از ابی هریره رضی الله عنه روایت می‌کند پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله می‌فرماد: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزکات ماله. گفتیم حدیث دراز است. روز قیامت برپا نمی‌شود تا اینکه مال افزایش نیابد و زیاد نشود. حتی مرد میبرد از خانش برای زکات مالش به کسی بدهد، اگر کسی نمیاد که از او قبول کنه زکاتش. اگر انسان کم بغل نیست که ما انسانی بای مالش برای او بدهد. و حتی تعود، در اینجا میگه چی؟ حتی که تعود ارض العرب مروجا و انهارا. حدیث در امام مسلم است. حتی آنه که زمین عرب یعنی جزیره عرب تبدیل یابد به چی؟ به جای زراعت و سبز خورم. خلاصه سبز خورم و دریاها. حاضر دریا نیست، سبز خورم کنی سمت بیابان است. همون میگه تبدیل مییابد به چی؟ به سبز خورم و دریاها. این علامت حالی چی؟ تا هنوز پیدا شدگی نیست، ظاهر شدگی نیست. به سبب چی میشود این؟ به سبب شاید که چی میکنن؟ چاها میکنن، زراعت کاری میکنن با همچی، یا که چی میکنن؟ یا که به سبب که مثلا باد و هوا تغییر مییابد، بارانگری میشود، بارانگری زیاد، خنکی میرود، مثلا بارانگری زیاد همه جا سبز خورم میشود، یا که الله عز و جل برای آنها چشمه ها و رودها جاری میسازد. خلاصه این در آینده است و این ما منتظر هستیم، حالا شدگی نیست. و دلیل دیگر از دلیل ها از چی؟ از همین علامات ها این چی است؟ میگه انتفاخ الاهله. انتفاخ الاهله ای هلال ماه، یعنی کلان می شود. از دلیل هایی که روز قیامت نزدیک می شود دیده می شود هلال هم وقتی که مهتاب می براید اولی ماه اسلامی می شود. به همون اولی ماه هلالش میگن. خیلی یک رنگی چی است؟ خیلی باریک است مهتاب. همون رو میگه در وقتی که هم بادیانشنا میبینن، در وقتی برآمدنش یکم روز وقتی که ظاهر می شود خیلی کلان است، ظهورش کلان می شود، پیدای کلان می شود. پیش روز قیامت 2 روز یا 3 روز گذشته باشد، یعنی مثل که یکم روز نباشد، 2 روز 3 روز گذشته باشد. از ابن مسعود رضی الله عنه پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماد که من اقتراب الساعه انتفاخ الاهله. از نزدیک شدن روز قیامت همون گفتیم که همون باریک است، کو همون یکم روز میبرد، باریک است، قریب ناعیان است، کم ترک میتابد. همون مثل که یعنی کلان شدگی است، بزرگ شدگی است، مثل که امروز دیم سیم شب باشد، خیلی عیان است برای بادیانشینا میبیننش. حدیث در طبرانی است و صحیح است. با در حدیث انس بن مالک رضی الله عنه میفرماید که من از نزدیک شدن روز قیامت که ماه دیده میشود، هلال دیده میشود، قبلا ای پیش مثل که یعنی که دیده شده باشد، یعنی که پیشکی برآمده باشد. همون روز نه و پیشکی یعنی که کلان است، 2 روز گذشته است. و مسجدها میگه چی گرفته میشوند؟ جای راهروی میشود. حدیث طبرانی از در اوسط، حدیث حسن. باز از سیم گفتیم از همین علامت ها این چی است؟ سخنزنی حیوانات درنده. میگه در حدیث امام احمد در مسندش که از ابی سعید خدری روایت است که حدیث در مسند امام احمد است، از ابی سعید میگه که چی آمد؟ گرگ آمد و حمله کرد به چی؟ گوسفند برامه. فقط گوسفند گرفت. پس وقتی گوسفند گرفت چی دیدش؟ همون چوپان خواست که خلاصا چوپان دیدشو همون گوسفند از دهنش گرفت. پس چی افتید؟ گرگ افتاد و از چی به همون افتاد به چی؟ به دمش. قال لا تتقي الله تنزع مني. گرگش گفت که از الله نمیترسی؟ از دهن من رزق مرا میگیری، اون رزقی که الله برای من داده استش. وقتی خیلی گفت، مرد گفت که عجایبی شد. مرد گفت که گرگ گفت سخن میزند، به سخن میزند به مثل انسان. پس گرگ گفت که آیا خواهی که من تو را به چیزی عجایبتر و پسندیده‌تر خبر دهم از این؟ محمد صلی الله علیه و سلم در یثرب ای مدینه است، مردم خبر میدهد به خبرهایی که اون خبرها از پیش هستند. پس چوپان همون رمش گرفت و مدینه آمد، جمع آوری کرد و به سوی مدینه آورد. چون فزواها الى زاویه من زوایاها. پس در کنج مدینه برد گوسفندا را ماند و
ثم اتى رسول صلی الله علیه و سلم. پس پیش پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فاخبره فامر رسول صلی الله علیه و سلم ونودی الصلاه. پیغمبر خبر کرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کرد، ندا شد الصلاه جامعه. وقتی که اون خبر میشید پیغمبر ندا میکرد الصلاه، یک کسی میگفت ندا کرد الصلاه جامعه، نماز جماعت. ثم خرج فقال الراعي، پس برآمد برای چی گفت؟ برای همون چوپان گفت که اخبرهم، خبر که مردم چیزی که شنویده خبر که مردم. اخبرهم، پس چوپان چیزی که حادثه‌ای که برای او رخ داد همون رو به مردم و صحابگان و مسلمانان خبر کرد. فقال رسول صلی الله علیه و سلم، پیغمبر چی گفت؟ صلی الله علیه و سلم بعدی که خبر داد پیغمبر چی گفت؟ صدق والذی نفسی بیده، راز گفت چوپان، راز گفت، سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست. لا تقوم الساعه، پیغمبر چی گفت؟ قیامت برپا نمیشود روز قیامت حتی یکلم السباع الانس، تا آنی که حیوانات درنده ها مردم سخن نزنند، مثل مردم سخن میزنند، مثل انسان سخن میزنند. و یکلم الرجل عذبه صوته و شراک نعله و یخبره فخذوه بما احدث اهله بعد. پیغمبر چی گفت؟ گفت که روزی می شود که همون عصا یا که همون چیزی که در دستش ریسمان یا که ریمین تای چیزی هست، همون میگه سخن میزند، خبر میدهد مرد، سخن میزند مثل سخن انسان. و همین پای افضالش هم سخن میزند که نال شدگی نیستن و میشوند در آینده. و رانهای پاش میگویند، سخن میزنند آن چیزی که اهلش ای همسرش یا که اهل و عائلش همسرش کرده است در غیبتش، یعنی در نبودنش چه کار کرده است، همین رانهای پاش سخن میزند، او را خبر میدهد. همین علامت روز قیامت است، آنهایی که اولی شدگی نیستند. حدیث در امام احمد است و صحیح است. و چهارم گفتیم انحسار الفرات عن جبل من ذهب، دریای فرات به یک انک حاضر همون مجراش همون جاری به جای می شود، روز بعد که به دیگه طرف جاری می شود. وقتی جاری می شود در اونجا انکشاف می شود، انکشاف میکنن که در همون مجرای همون رودنده میرود به یک راهی که همونجا چی میکنن، یک کوه از طلا دریافت میشود، انکشاف میشود. خلاص حدیث بخاری مسلم است از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید یوشک الفرات ان يحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا وفي روایت يحسر عن جبل من ذهب. زود است که فرات انکشاف کند، دریافت کند، پیدا کند یا که ظاهر کند یک کنز را از طلا با واسطه آب درای فرات از طلا. کسی که در اونجا باشد پس از همون طلا نگیرد، میگه از همون طلا چیزی نگیرد. یا در روایت یک انکشاف میکند یک کوه را از طلا، پس میگه از همون نگیری. و در روایت امام مسلم میگه روز قیامت میگه وقتی که آمد دریای فرات یک کوه را از طلا انکشاف میکند، ظاهر میکند. مردم به سبب همون طلا برای طلا هم دیگر کشاکشی میکنند. فیقتل من کل 199، پس از هر 100 نفر 99 نفر کشته میشود. برای چی؟ برای دنیا، برای طلا. و یقول كل رجل منهم، هر یکی از همون مردها میگوید که لعلی اكون انا الذي انجو، شاید که از همون آنانی که نجات میابند من هستم. هر یک کس میگه که من هستم نجات میابم. برای انسان از همون طلا باید نگیرد. و در روایت دیگر میگه که از ابی بن کعب، می حدیث معنا دارد که هم دیگر میکشن چی میکنن، کشاکشی میکنن. خلاص برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده است که انسان از همونجا باشد از همون چیزا نگیرد برای به فتنه دچار نشود. پنجم از همون علامت هایی که حال واقع شدگی نیستند، رخ دادگی نیستند، زمین همون کنزهایی که دارد، ثروتی که دارد پنهان شده است، همون را میبرارد. در حدیث امام مسلم است از ابی هریره رضی الله عنه فرمودند که صلی الله علیه و سلم میگوید زمین مثل بگیم قی میکند، میپرتاید، بیرون میبرارد همون چیزای کمیافته که در درونش هستند، همون را بیرون میبرارد. از چی عبارت هستند؟ از طلا و نقره، همه همون را به بیرون میبرارد. پس کشنده میآید میگوید که من برای همین کشتم، آدم را کشتم برای طلا و برای نقره، برای دنیا. و انسانی که ریسمان خیشتبار را قتل کرده است میگوید که من برای همین خیشتبار ما قتل کردم، رفت اومد نکردم. برای چی؟ برای مال. و دزد میگوید که برای همین دستی من بریده شد. پس همه آنها طلا و نقره را میگذارند، یگان کسی آنها چیزی نمیگیرد. این هم یکی از آیات های الله است که الله امر میکند زمینه که همه ثروتی که دارد در درونش ببرد. که اینا پیغمبر چه گفت؟ نامش گفت که افلاد الکبد ای اصلی فلذ، این معنای که یک پارچه از جگری، چطور؟ یا که یک پارچه از گوشت. معنا دارد که و استوانه گفت. استوانه این چی است؟ یک ستون پایه است که پیغمبر تشبیه داد، گفت که امثال استوانی من ذهب،
یعنی که از بزرگی همون طلا و نقره که از زمین میبراید مثل ستم میگه میبراید بزرگیشه. برای پیغمبر من میکند که از همون چی همونجا باشن از همون نگیرن. و از علامات های روز قیامت این یعنی که احاطه و محاصره کردن مسلمان ها در مدینه از علامات های روز قیامت است که مسلمان ها مغلوب میشوند و کافران آنها را احاطه میکنند دشمنان آنها را حصارشون میگیرند در حصار در مدینه منوره. خیلی که از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه پیامبر بزرگ میفرماد که یوشک المسلمون ان يحاصروا الى المدینه حتی یکون ابعد مصالحهم سلاح. چی میگه پیغمبر؟ مسلمان ها در محاصره میغلطند در مدینه، کافرون محاصره شون میکنند حتی که دورترین یعنی که همون جایگاهی که آنها میخواند برایند این صلاح این یک جای است نزدیکی به خیبر، جای است که نزدیکی به خیبر است، از همون میگه میبرند. خلاصه در حدیث در ابو داود است و صحیح است. پیغمبر چی میگه که مدینه را کافران با در درونش مسلمانان محاصرهش میکنند. این یکی از چی است؟ یکی از همون علامتایی که حال واقع شدگی نیست. باز از دیگه علامتایی که میگن که پادشاهی جهجاه یک مرد است از قحطان، قبیله قحطان که پادشاه میشود. بسیار پرقوت و بسیار چی است؟ بسیار سخت است، بسیار مردم آزار. در صحیحین از ابو هریره روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان. قیامت برپا نمیشود تا آنی که یک مرد میبراید از قحطان یسوق الناس بعصاه. حدیث در بخاری مسلم است. خلاصه یک پادشاهی است، در اصل میگن اون پادشاه غلام بود، خلاصه پادشاه میشود. مرد از قحطان، مردم میگه چی؟ مردم به عصاش میبرد، یعنی که مردم گرد و جمع میکنه در یک جا از ظلم و از ستمشون. مثلا چه مردمی چی بود؟ یعنی مردم غلبه میکنند و به یک جای میبرد، در یک جا چی میکند که مردم او را اطاعت میکنند. برای چی؟ برای که یعنی که خیلی درشت بود، سخت و درشت بود. و اصلی کلمه جهجاه این معنایی که سیاح ای همون که یعنی که آوازش بلند است و دادی بلند میزند. آیا مردم به خیر میبرد یا به شر؟ در حدیث اومدگی نیست. و در حدیث دیگر امام مسلم میگه که لا تذهب الايام والليالي حتى يملك الرجل يقال له جهجاه. میگه روزها که شبای نمیگذرند تا آنی که مردی میبیاد که نامش یعنی که پادشاه میشود که نامش است جهجاه است. خاصم جهجاه مردم بچی این پادشاه میبیاد. این پیش از چی است؟ پیش از روز قیامت است، تا حال هم چی ظاهر شدگی نیست و پیش از امام مهدی است. هشتم گفتیم فتنه احلاس. از عبدالله ابن عمر قال كنا عند رسول صلی الله علیه و سلم. در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودیم که قعود نشسته بودیم. فذكر الفتن. از ابو داود روایت است، پس یاد کرد یا ذکر کرد فتنه ها را. فاكثر في من ذکرها، پس بیان کرد، آشکار کرد چرا برای ما همون چی در ذکر فتنه ها. حتی ذکر تا آنی که گفت که فتنه الاحلاس گفتیم احلاس چمی حلس است. حلس این یک روی پوشی است که در بالای پشت شتر گذاشته می شود. برای چه احلاسش گفت پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم؟ برای اونی که گفتیم چادری در بالای پشت شتر، در بالای شتر می اندازنش، یعنی به پشت شتر نزدیک، یعنی فتنه ای که به مردم خیلی نزدیک است، یعنی از مردم دور نیست، در مردم پیوست است، چسبیدگی است، از مردم دور نمیشود. خیلی فتنه سختی در وقتش میگه در آینده پیدا می شود، ظاهر می شود. بعد اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفت که قال هي حرب و حرب، بهی سبک و بهی وزنین. حرب و حربش معنای گریختن دارد. ای فتنه احلاس هم سختی است که مردم از بعدش میگریزند برای آنی که بین همدیگر دشمنی دارند و جنگ دارند. و حرب گفتیم حرب چی است؟ حرب این معنا دارد که پول مردم، یعنی که مردم کساد میشوند، پولشون میگیرن، مالشون میگیرن که آنها را ترک بگیرن، به یگان چیز به صاحب میمانند، یعنی که حرب. یا که حرب معنا دارد که مال انسان از دست میرود، مال و اهلش از دست میرود. ثم فتنه السراء. فتنه سرا چی گفتیم؟ فتنه سرا معنا دارد که نعمت، یعنی که فتنه هست که مال انسان نیست میشود و فتنه میاد که دیم انسان صاحب مال میشود، صاحب مال و فرزند و صحه و سلامتی و همه چیز، عافیت و همه چیز دارد. برام که میگن فتنه السراء به سبب آنی که همه چیز که دارد، در این حالت چی میشود؟ در این حالت مرتکب گناه ها میشود. برای پول مال دارد، مرتکب گناه ها میشود. بعد میگوید که دخنوها، یعنی که ظاهر شدنش و شوریش، یعنی که چی بگم، شوریش برداشتنش. معنی که هم ظاهر شدنش و پیدا شدنش به معنای چی تشبیه میدید به چی؟ به دخان، به چی؟ به دودی که بالا میبراید. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگوید که تو وقتی که یک سکه علاب میبینید دودش زیاد میبراید، مثل همون میشود. یعنی فتنه میشود که مثل چی پهن میشود، همه جا را فرا میگیرد. پیغمبر چی میگوید؟ بعد میگوید دخنوها من تحت قدمی رجل من اهل بیتی یزعم انه منی، یعنی که همون انسانی که کوشش میکند که
همین فتنه را انگیزش دهد، افزاید و همون صاحب همین فتنه دعوا میکند که وای چی است و همین فعل کردگیش میگه که من از اهل بیت پیغمبر هستم، که همون صاحب همون فتنه است و سبب همون برپا شدن همین فتنه است. پیغمبر چه میگه؟ ولیس منی، پیغمبر میگه که از من نیست، نه از اهل من است در فعل کردن، یعنی از امت من است، برای که از امت من اگه میبد، از اهل من اگه میبد هرگز فتنه را رواج و رونق نمیداد. پیغمبر صلی الله علیه و آله چه میگه؟ وای از اولیای من نیست، انما اولیای المتقون، دوستان من، اولیای من آنهایی است که از الله میترسن، پرهیزکاری میکنن. پس گفت که ثم یصطلح الناس علی رجل، پس مردم یک مرد را جمع میشن، یک مرد را بیعت میکنن در هم وقتای فتنه، که ورک علی الضلع، یعنی ما میگیم که مثلا ورک مرد، یعنی کنایه از مرد است که مرد چی است که به یک مرد بیعت میکنن، اون مرد چی است؟ اون مرد ثابت نیست، اون مرد آدمی مستقیم نیست، آدمی راستگو چی نیست. خلاصه ثم پس از اون چی میشود؟ بوم فتنه دهیمه، فتنه دهیمه میشود. لا تدعو احدا من هذه الامه الا لطمه لطمه، فتنه دهیمه میشود. فتنه دهیمه این چی است؟ دهما این معنای سیاهی را دارد، دهمه تصغیر است. برای چی؟ برای فتنه بدی است، فتنه بزرگی است، یک فتنه بزرگی، فتنه تاریکی است که مردم چی؟ مردم به بدی میبرد. لا تدع، ای یگان کس همون فتنه ترک نمیکند، یگان کس مگر کی دچاری، هر یک کس دچار همون فتنه میشود، هر یک کس دچار همون فتنه میشود. فاذا قیل انقضت فمادت، وقتی گفتن که همون فتنه به آخر رسید، اون فتنه باز زیاد شدن میگیرد. یصبح الرجل فیها مؤمنا، مرد میگه پگاهی مسلمان است تا بگاه بین، بگاهی میبینی که کافر شده است، و بگاهی میشود کافر میشود تا پگاه با چی مسلمان میشود. حتی یسیر الناس الى فسطاطین، فسطاط ایمان لا نفاق فیه، یعنی مردم، فسطاط این مدینه است، فسطاط شهر است، فسطاط ایمان میگه، گروهی که ایمان لا نفاق فیه، نفاق نیست در اون، و فسطاط نفاق لا ایمان فیه، گروهی که در آن نفاق است و در آن ایمان نیست. اذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم او غد، وقتی که همین حالت ها شد، پس در این حالت میگه چی؟ منتظر دجال شوید که امروز یا پگاه میبراید. خلاصا فتنه ها را چی میشوند؟ پیدا میشوند، فتنه ها ظاهر میشوند، فتنه های خیلی سخت. باز در آخر زمان علامات های خرد که حال رخ دادگی نیست، فتح قسطنطنیه این یعنی کشادن و ضبط کردن مسلمان ها کنستانتینوپل، باز سر نو کنستانتینوپل میکشوین، ضبط میرن مسلمان ها میگیرن و میکشوینش برای مسلمان ها. پیش از برآمدن دجال، علامات روز قیامت، در حدیث ابو هریره رضی الله عنه میفرماید که قال فی مدینه جانب منها فی البر و جانب منها فی البحر، گفت که شنیدید به یک شهری که یک جانب طرف اون خشکی است و دیگر طرف چی است؟ بحر است. قالوا نعم، گفتن بله یا رسول الله صلی الله علیه و آله. قال لا تقوم الساعه، قیامت برپا نمیشود حتی یغزوها 70,000 من بنی اسحاق، حتی که میگه همون شهر میگیرند، ضبط میکنن، میگیرن مسلمان ها از فرزند اسحاق. فاذا جاءوها نزلوا، وقتی که همون شهر میبیان میفرویند، فلم یقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وقتی که میبیان میرسن همون شهر که میدراین، نگان سلاح با سلاح جنگ کردن و نگان تیری غولک زدن. قالوا لا اله الا الله والله اکبر، میگویند که لا اله الا الله والله اکبر، فیسقط احد جانبها، و یک کلمه شهادت و الله برگویی طرفش یک جانبش تسلیم شهادت میگیرنش. قال ثور احد روات الحديث، امام ثور میگوید که یکی از راوی حدیث لا اعلمه الا قال الذي في البحر، اون طرفی که بحر است به همین کلمه تسلیم شوند. ثم يقول الثانيه، پس دیمارا میگویند که لا اله الا الله والله اکبر، پس جانب دیگرش هم ضبط میکنن میگیرن، یعنی که ثم يقول الثالثه، بر سین بار میگویند که لا اله الا الله والله اکبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، پس سین بار میگویند الله برای آنها میکشد همون زمینه، پس میدراین و غنیمت میگیرن. فبينما هم يقتسمون الغنائم، پس هنگامی که آنها غنیمت ها را تقسیم میکردند، اذ جاءهم صريخ، پس یک آواز فغان می آید، داد و فغان، فقال ان الدجال قد خرج، هر آینه دجال برآمد. فیترکون کل شیء و یرجعون، همه چیزا ترک میکنن و پس می آیند به چی؟ به طرف دجال، که دجال گفتن برآمده است. خلاص این شرح زیاد دارد، ما همون خلاصه شرح میتیم برای که وقتی زیاد نگیرد. و دیگر علامتی از علامات ها روز قیامت این چی است؟ برآمدن امام مهدی. در حدیث‌های صحیح ثابت شده است که این علامت‌هایی که حالی چیزی نیستند، رخ دادگی نیستند. که از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه می‌فرماید که لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواتي اسمه اسمي، دنیا میگه به آخر نمیرسد تا آنی که عرب
ها دارای یک مردی میشوند از اهل بیت من که نامش به نام من است. حدیث امام ترمذی است. و در روایت دیگر میگه که لو لم یبقى من الدنيا الا یوم، اگر که از دنیا یک روز باقی ماند، هم روز الله میگه الا یوم لطول الله ذلك اليوم، الله عز وجل هم روز دراز میکند حتی یبعث فيه رجلا منی، تا آنه که یک مردی را از من نفرستاند، مردی از من، از امتی من، از اهل من، از اهل بیت من که نامش به نام من است و نام پدرش به نام پدر من است. یملأ الارض قسطا، زمین در وجود او چی عدل زمین را عدل فرا میگیرد، عدل فرا میگیرد، چخیلی که ظلم و جور و ستم فرا گرفته بود. خاصه این بود درباره پیدایش امام مهدی. خیلی باز فتنه های پیدا می شوند، فتنه های زیاده که از عمرو بن عوف الانصاری پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میگوید که والله ما الفقر اخشى علیکم، من کم بغلی و بینوایی را نمی ترسم برای شما، ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، ولی می ترسم که دنیا برای شما باز نشود، گشاده نشود. فتنافسوها کما تنافسها من کان قبلکم، پس در دنیا مسابقه کنید، برای دنیا کوشش تلاش کنید، خیلی که برای دنیا پیش از شما امتای پیش از شما کوشش کرد و تلاش کردند و دنیا را پیش کردند و روز قیامت فراموش کردن. فتهلککم کما اهلکتهم، پس هلاک کند شما را دنیا خیلی که آنها را هلاک کرد. باز از علامات روز قیامت تمنای مرگ کردن در وقتی بلای سختی که به انسان میرسد. خیلی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله میفرماید لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر رجل فيقول يا ليتني مكانه، قیامت برپا نمیشود تا آنی که مرد به پیش قبری مردی میگذرد، پیش قبری مردی میگذرد و میگوید که کاش در جای همین میبودم، میمردم در جای همین میبودم، تمنای مرگ میکند. حدیث در بخاری است. این در حال میشود که فتنه ها زیاد میشود، احوال تغییر مییابد. خیلی که ابن مسعود میگوید سیأتی علیکم زمان لو وجد احدکم الموت یباع لاشتراه، میگوید که زمانی بیاد برای مردم اگر این کسی که از شما مرگ یافت برای بخرد مرگ، پس باید بخرد مرگ، بمیرد که بهتر است برای او از چی؟ از اون فتنه هایی که میشوند. از علامت های روز قیامت یعنی که آباد شدنی بیت المقدس و خراب شدنی مدینه منوره. شخصی که از معاذ بن جبل روایت میشود پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله فرمودند که عمران بیت المقدس و خراب یثرب، بیت المقدس آباد می شود، نشأ و نما رونق و رواج می یابد، و یثرب مدینه خراب می شود، ویران می شود، و خروج ملحمه فتح القسطنطینیه، و زد و خورد کران می شود و کشاده می شود قسطنطینیه. خصوصا این روایت است، حدیث در امام احمد است و ابو داود. باز از علامات روز قیامت افزایش یافتن رومیان و جنگ کردن آنها بر ضد مسلمانان. از عوف بن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله فرمودند که اعدد ستا بین یدی الساعه، بشمار 6 تا را پیش روز قیامت. پس از آنها گفت که ثم هدنه تكون بينكم وبين بني اصفر، پس صلح بین شما می شود و بین بنی اصفر. بنی اصفر ایمون اصفر زرد، یعنی که همون رومیان شکل آنها زرد است، بین آنها و بین شما صلح می شود. فیغدرون، پس آنها شما را خیانت میکنند. فیاتونکم تحت 80 رایه، پس آنها بر ضد شما جنگ اعلام میکنند و در زیر 80 پرچم، در هر یک زیر هر یک پرچم 12,000 هستند بر ضد شما حمله میکنند، مبارزه میبرند. حدیث در بخاری است. این جنگ در شام رخ میدهد در آخر زمان، پیش از ظاهر شدن پیدا شدن دجال. این بود بعضی از علامات های خرد روز قیامت که رخ ندادند. برای همین برادران گرامی و خواهران، ما باید آماده باشیم و توشه داشته باشیم و از کارهای بد و ناشایسته پرهیزکاری کنیم و از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. که توفیقی بود از جانب الله و چیزی خطا و فراموشی بود از جانب شیطان. والله و رسوله منه براء. السلام علیکم و رحمت الله.